با بازگشت گرگ ها به عنوان شکارچی برتر، بیش از 10 دهه است که منطقه یلوستون نظم طبیعی خود را باز یافته است و در تمام این مدت این دره اصلی ترین زیستگاه آنان بوده است. یک گله مدتها بر این محدوده حکومت کرده است، اما اکنون مهاجمین آنها را تهدید می کنند و آنچه پیشتر درگیری های مرزی بود به جنگی تمام عیار بدل گشته است. این تازه آغاز یک کشمکش طولانی برای سلطه و نبردی خونین برای بقا است. در دره گرگ ها. این داستان سفر و ظفر است، کشمکشی برای قلمرو و میراث. فهم وقایع در حال جریان 3 سال به طول انجامید. داستان در زمستان آغاز می شود، درست پیش از طلوع آفتاب. دره لامار در شمال منطقه یلوستون برای گله دراید همیشه حکم خانه را داشته است. گله دراید 8 سال است که بر این دره حکومت می کند. در دوران اوج آنها خانواده بزرگی از 37 گرگ بودند، یکی از بزرگترین گله های گرگی که تا کنون دیده شده. اما این تا تقریباً 2 سال پیش بود، زمانی که رهبر آنها در اوج قدرت بود. او را با قلاده‌ای که محققان به او بستند به نام گرگ شماره 21 میشناسند. آوریل امسال به سن 9 سالگی میرسد. او که تقریباً 2 برابر سن نسبی گرگ در طبیعت عمر کرده است، یکی از پیرترین گرگ‌ها در محدوده شمالی است. با این حال در کنار جفت خود آلفای ماده شماره 42 درویدها را متحد نگه داشته و در تغذیه و حفاظت آنها کمک می‌کند. زوزه‌های اول صبح یک مراسم همیشگی نبود، بلکه ندایی بود برای مسلح شدن گله دراید. گرگ‌ها شکارچیانی ذاتی هستند و در دره لامار بهترین محدوده شکار در تمام یلوستون است. هر سال هنگام زمستان حدود 2000 گوزن شمالی از شمال یلوستون به لامار سرازیر می‌شوند. دره با کوه‌ها احاطه شده و در برابر برف و بهمن حفاظت می‌شوند. این محدوده با عرض 1.5 و طول 30 مایل بهترین محدوده زمستانی در یلوستون است. با اینکه این دره نقشی کلیدی در بقای گوزنها بازی می کند، اما در اینجا باید با گرگ نیز روبرو شوند. درویدهای جوان با سرعت و قدرت تمام به جلو میتازند. آنها گوزن را تعقیب و امتحان میکنند. تعقیب و امتحان تا اینکه ضعیفترین آنها شناسایی میشود. شماره 21 پیر نقش خود را ایفا میکند.
بیشتر دوندگی ها را جوان ها انجام می دهند، اما در پایان تمام دروید ها سهمی از این غنیمت خواهند داشت. گله‌ای به این اندازه باید هر 2-3 روز شکار کند. این کار بسیاری از ساکنین دیگر دره را نیز تأمین می کند. کلاغ سیاه و زاغ چنان سریع به صحنه می رسند که معمولاً پیش از رسیدن بقیه گله سهم خود را بر می دارند و تنها به دنبال غذا نیستند. یک جفت زاغ با تکه‌ای پشم می روند. بهترین جنس برای بهسازی لانه‌شان در این فصل سال. اما لاشخورها باید مراقب باشند. عاقلانه است که فاصله ایمنی را با آنها حفظ کرد. روباه قرمز کوچک پشیمان می شود. او تا زمانی که گرگه ها کاملا دور نشوند باز نمی گردد. اما این دو کایوت جسورترند و توجهی به خطر نمی کنند. زمانی که گرگه ها هنوز مشغول خوردن لاشه هستند، عاقلانه ترین کار انتظار است. بعضی مواقع گرگ ها تمایل به اشتراک دارند، اما اغلب نسبت به غذایی که برای آن تلاش کرده اند حساس می شوند. اما درویدها سنگین تر از آنند که حرکت کنند. اگر چند روز غذا نخورند، قادرند در یک وعده غذایی 20 پوند گوشت را خورده و هضم کنند. تنها کاری که اکنون می توانند بکنند چرت زدن است. با این حال کایوت ها با احتیاط نزدیک می شوند. هیچ وقت معلوم نیست چه زمانی گرگ ها برمی گردند. و این گرگ ها به دلیلی تحمل این کایوت ها را ندارند. درویدها این بار قصد خون ریزی ندارند، اما این جفت کایوت به اندازه کافی ترسیدند. سهمی از شکار گرگ ها نصیبشان نخواهد شد و باید خود به فکر طعمه باشند. یک موش صحرایی بی احتیاط در میان علف‌های یخزده صدا می دهد. غذای معمولی برای این کایوت، دست کم این مقدار از دره سهم اوست. جفت کایوت در کنار هم میخوابند. این جفت قلمروی یکسان و تعهدی با یکدیگر دارند که تا آخر عمر ادامه خواهد یافت. دسته کوچک از پرنده های مومبال در تمام زمستان از میوه های سرو کوهی تغذیه می کنند. زمستانی که در یلوستون 6 ماه طول خواهد کشید. با اینکه 2 ماه دیگر از زمستان باقی مانده، اما بوی بهار را می توان در هوا حس کرد. یک گرگ سیاه تنها به سراغ درویدها می آید. او گرگی معمولی نیست. او 302 است. معشوقی معروف در یلوستون. او از خاندانی در فاصله تقریباً 20 مایلی می آید، اما تمام درویدها او را به خوبی می شناسند. این دومین سال است که به گله نزدیک می شود. بیست و جفتش چندان از دیدن او خوشنود نیستند.
با این حال دخترشان به سختی میتواند خود را کنترل کند. سیصد یک چشمش به دختر و چشم دیگر مراقب پدر است. بالاخره صبر 21 سر میرسد. 302 کاملا عقب می نشیند. او بیشتر یک کازانووا، یک معشوق است تا یک مبارز. او تمایلی با درگیر شدن با رئیس پیر ندارد. دختر به آرامی به سمت خانه و مادرش می رود. اما این نبردی است که پدر مادرها هیچ وقت در آن پیروز نمی شوند. تمایل دخترشان فراتر از کنترل آنهاست. اکنون فصل جفتگیری است و نه فقط برای گرگ ها. فصل جفتگیری کایوت ها و گرگ ها یکی است و جفت کایوت تصمیم دارند زمانی را به خودشان اختصاص دهند. دو ماه دیگر هم گرگ و هم کایوت ها زایمان خواهند کرد و این دره زمین بازی نسل دیگر از توله ها خواهد شد. روز بعد کازانووا دوباره به گله نزدیک می شود. او با ماده ها عشق بازی می کند، اما در واقع خواهان ملحق شدن به خاندان است. خواسته ای که ظاهراً تمام دخترهای دروید با آن موافقند. با اینکه شیوه معمول تغییر خاندان یک گرگ به همین طریق است، اما جفت رهبر این اجازه را نمی دهد. آن دو کازانووا را فراری می دهند. این جفت پیر همچنان تیم شکست ناپذیری را تشکیل می دهند. آنها نظم را در درشان برقرار می کنند، اما این دوران همیشگی نیست. چرا که چیزی به پایان حکومت آنها نمانده است. تا یک هفته دیگر ماده رهبر توسط گله دیگر کشته خواهد شد. تنها ظرف چند ماه بعد 21 نیز او را دنبال خواهد کرد. استخوان‌های او در صخره‌ای در بالای دره پیدا خواهد شد. این پایان عصر قدیم است. برگی از تاریخ درویدهای لامار ورق خواهد خورد. مشکل ابتدا از مرزهای غربی آنها می آید و گله رقیب مرز آنها را به چالش می کشد. مهاجمین حس می کنند درویدها بدون رهبران پیشین خود دیگر خاندان سابق نیستند. اما درویدها شتاب گرفته و پس از جلسه سریع دست به کار می شوند. قدرت آنها برابر است و هیچ کدام از خاندانها از مرز خود عبور نمی کنند.
فعلا درویدها از مرز خود نگهبانی کردند. درویدها شکار کرده و این بار مقدار زیادی برای جفت کایوت باقی می‌گذارند. اما هیچگاه برای همه کافی نیست. کایوت نر سهم خود را بر می دارد. اکنون عقاب می تواند وارد شود، اما حتی او نیز نمی تواند با فراغی باز غذا بخورد. کایوت ماده تکه کوچک برداشته و مراقب است کسی مزاحم او نشود. اما اصلا نمیفهمد از کجا به او حمله می شود. کایوت نر اندوخته خود را محکم حفظ می کند، در حالی که ماده تنها غذای باقی مانده را برباد می دهد. با به پایان رسیدن زمستان در لامار، تهدیدی دیگر برای درویدها به دره حمله می کند. گله 15 نفره و قدرتمند از منطقه اسلوکریک در شمال. آنها از قبل وارد محدود درویدها شده و قصد اشغال دارند. درویدها این حمله را پاسخ می دهند، اما آن قدرت پیشین را ندارند. اکنون آنها تنها 9 عدد هستند. اسلوها صدای ضعف درویدها را شنیده و حمله می کنند. درویدها با اینکه تعدادشان کمتر است اما با آنها روبرو می شوند. اسلوها دمهای خود را به نشانه اطمینان از پیروزی به اهتزاز درآوردند. اما درویدها برای تمام دارایی خود می جنگند. نبرد با بی نظمی آغاز می گردد. درویدهای جوان نمی دانند چه کار باید بکنند. سپس رئیس اسلوها پیش قدم شده و به رهبر جدید درویدها حمله می کند. درویدها پا به فرار می‌گذارند. بهترین کاری که می‌توانند بکنند نجات جانشان است. خاندان دروید که زمانی بسیار قدرتمند بود از هم می پاشد. آنها به تبعید رفته و خود را برای دوران سختی آماده می کنند. اسلوها کم کم جمع می شوند. آنها کاری کردند که 10 سال هیچ گله‌ای موفق به انجامش نشده.
آنها درویدها را شکست داده و لامار یعنی نگین منطقه یلوستون را فتح کردند و از این پیروزی آگاهند. جشن پیروزی آنها طولانی و پر سر و صداست. برای کایوت ها این دگرگونی بزرگی به شمار می رود. اکنون گویی هیچگاه درویدها در این مکان نبودند، اما گرگ های اسلوکریک چگونه حکامی برای کایوت ها خواهند بود؟ آنها در همین ابتدا دست به شکار زدند. و کایوت نر مانند همیشه نزدیک می شود. این دفعه مرتکب اشتباهی بزرگ شده است. اسلوها سر و صدقه از پیروزی خود میخواهند از همه زهر چشم بگیرند. و هیچ رحمی ندارند. کایوت ماده چاره جز فرار ندارد. او به دنبال جفت خود می گردد، غافل از اینکه جفت نر هرگز باز نخواهد گشت. ماده باید راه خود را به تنهایی ادامه دهد. به زودی باید از توله های خود مراقبت کند، اما زایمان خود را در اینجا که اسلوها حکمرانی می کنند نخواهد کرد. با حرکت به سمت جنوب به منطقه ناشناخته می رسد، در محدوده داخلی یلوستون. آب مبدل به جاده های یخزده زمستانی شده است. کایوت مسیری 20 مایلی در امتداد رودخانه یلوستون را طی می کند. جاده یخی او را مستقیما به سرچشمه آبشار می رساند. مسیر پرفراز و نشیب است، اما در این جنگل‌های تاریک و ساکت او تنها مسافر نیست. یک روباه قرمز لاشه‌ای پیدا کرده، مشغول پذیرایی از خود است. برای روباه دیدن کایوت منظره خوشایند نیست. او همانقدر از او می‌ترسد که کایوت از گرگ‌ها. اما روباه می‌داند چطور باید اینجا دوام بیاورد. تنها
در سرمایی کشنده. او در پهنه روشن دره هایدن به جستجو می‌پردازد. اینجا فلات مرتفع یلوستون است با ارتفاع تقریبی 8000 فوت. زمانی که زمستان از لامار رخت برمی‌بندد، در این منطقه باقی مانده تا انتقام خود را بگیرد. روباه که وزن او به حدود 10 پوند میرسد، به نرمی بر روی برف‌های یخزده قدم می‌گذارد. شکار او به خوبی زیر پوشش لایه 1 متری از برف حفاظت شده، اما روباه با داشتن گوش‌های بسیار حساس و پوزه نوک‌تیز به استقبال او می‌رود. کایوت 30 پوندی مدام در برف‌های ترد فرو می‌رود. شیوه او کندن است. کندن و باز کندن. اما در نهایت ارزشش را دارد. گاومیش‌های کوهاندار زمستان را در اینجا به مسیرسازی و پارو کردن برف‌ها می‌گذرانند. تمام قدرت آنها برای رسیدن به علوفه کمی که در زیر برف‌ها قرار دارد صرف می‌شود. گوزن‌ها ماه‌ها پیش هایدن را ترک گفتند. تنها یک موجود دیگر است که مانند گاومیش‌ها چنین استقامتی دارد. گرگ‌های زمستانی هایدن. این گروه کوچک اما فوق‌العاده انتخابی فوق‌العاده داشته است. به جای جنگ با گرگ‌های دیگر بر سر غنایم لامار، آنها اینجا می‌مانند و سخت‌ترین شکارها را به چنگ می‌آورند. این گرگ‌ها غذای خود را از گاومیش تأمین می‌کنند. چیز زیادی برای کایوت اینجا نیست. گرگ ها هم به سختی گذران عمر می کنند. این گروه سرسخت زاد و ولدی نداشته و جمعیتش از قبل بیشتر نشده. برای هایدن ممکن است در این زمان از سال غذای زیادی برای آنها تامین نکند. با این وجود موفق شدند گاومیشی را به زانو درآورند. اما کایوت به اندازه کافی از گرگ ها کشیده است. او باید جایی برای خود پیدا کند، مأمنی برای زایمان توله های خود. او تنها راه خود را ادامه داده و هایدن و گرگ های آن را پشت سر می گذارد. نهایتاً یخها شروع به شکستن می کنند. تمام امتداد رودخانه یلوستون شلوغ شده و شور و حالی دیگر پیدا می کند. درست در کرانه رودخانه مرغ‌های آبی کوهستان جمع شدند و از اولین نوبر بهار تغذیه می کنند. مورچه‌های بالدار در حال بیرون آمدن از تخم هستند. آنها زمستان را در پیلای خود در کف رودخانه سپری کردند و اکنون از زیر آب سر بر می آورند و باعث بازگشت پرندگان به این مناطق شمالی می شوند.
در این بین اسلوها سخت مشغول کارند. چندین ماه است که مشغول گشت زنی در دو قلمرو هستند، هم قلمرو خود در استوکریک و هم لامار. هر تعقیب حکم آزمایش میزان استقامت را دارد، هم برای گوزن و هم برای گرگ. پس از تعقیب و گریزی تقریباً 1 ساعته، گرگ ها بالاخره موفق می شوند. در فاصله دور از لامار، در امتداد کوهپایه‌های شرقی دره، 4 گرگ در میان درختان پرسه می زنند. دو ماده تنها گرگ های باقی مانده از خاندان سابقاً قدرتمند دروید ها هستند، اما به همراه آنها گرگ 302 یا همان کازانوا است. کازانوا اگرچه در تبعید است و بسیار با قدرت فاصله دارد، اما بالاخره توانست به دروید ها ملحق شود. گرگ 4 برادر اوست. این دو با هم شاید بتوانند خاندان را از نو بسازند. روباه که زمانی تنها بود، اکنون مشغول پرورش فرزندان خود است. از پوشش ضخیم موی او خبری نیست. شکارچیان کوچک و بازیگوش، سرشار از انرژی و روحیه هستند. اما بخت با گرگ ها چندان یار نبوده است. این اولین فصل زاد و ولد برای اسلوها است، اما توله های آنها یکی پس از دیگری در حال مردن هستند. علت آن ویروسی ناشناخته است که سراسر محدوده شمالی را در بر گرفته است. ممکن است ویروس پارو یا مرض هاری سگی باشد. به هر حال بلای جان بچه گرگ‌ها شده است. اسلوها ضربه سختی خوردند. از 15 توله تنها 3 عدد از آنها زنده مانده است. بالاخره تابستان به نواحی داخلی یلوستان هم میرسد و آبشارها با تمام قدرت جاری می شوند. دره مرتفع هایدن سبز و سواحل دریاچه یلوستان گرم می شود. کایوت مأمن خود را در اینجا پیدا کرد. اکنون به تنهایی مشغول بزرگ کردن 3 توله خود است. در هفته 8 توله ها تقریبا آماده اند که از شیر گرفته شوند، اما نه کاملا.
لانه آنها در فاصله دوری از لامار است که همین باعث خوششانسی آنها شده است، چرا که در معرض ویروسی که در تمام دره شایع است قرار ندارند. مادرشان تمام تلاش خود را کرده است. و با فرارسیدن تابستان تمام مادرهای یلوستان همین کار را می کنند. لامار سرسبز و آباد است، اما تقریبا خالی از سکنه. گوزنهای شمالی به مناطق بالا پراکنده شدند و گرگ‌ها نیز به دنبال آنها نقل مکان کردند. دره دوران سخت زمستان را پشت سر گذاشته، علفزارها فرصتی برای سبز شدن پیدا کردند. برای 1 یا 2 ماه گذرا منطقه لامار در اختیار شکارچیان کوچکی است که باقی مانده اند. اما خیلی سریع روزهای بلند به پایان میرسد. دره به دنبال تغییرات فصلی از سبز به طلایی تغییر رنگ میدهد. زمان آن رسیده که پوششی گرمتر به تن کرده و آخرین طعمه ها را از بین علفهای بلند پیدا کرد. یک بار دیگر منطقه لامار دره گرگ‌ها با فرارسیدن زمستان سفید پوش می شود، اما در کمال تعجب خبری از گرگ‌ها نیست. در عوض کایوت‌ها به شکل گله‌های گرگ دور هم جمع شدند. گرگ‌ها در امتداد نواحی شمالی دچار صدمات زیادی شدند. ویروس کشنده تلفات زیادی بر جای گذاشته. در این زمان اسلوها به ناحیه اصلی عقب نشینی کرده و اداره دره به طور موقت به دست کایوت‌ها افتاده است. اما این کار برای کایوت‌ها چندان آسان نیست. هر چقدر شکار گرگ‌ها کمتر باشد، درگیری بر سر لاشه بیشتر می شود. با اکنون کایوت‌ها باید از هر لاشه ارزشمندی نگهبانی کنند. پس از یک زمستان عجیب، بهاری عجیب تر از راه میرسد. گویی لامار نفرین شده و این نفرین فقط شامل حال گله اسلو کریک می شود. ماه آوریل و فصل دومین زاد و ولد آنها در دره است، اما وضعیت آنها از پیش هم بدتر می شود. یک گروه مرموز شامل 12 گرگ از خارج از یلوستان قدم به این مناطق گذاشتند. ظرف چند روز یکی از نرهای اسلو را می کشند و یک نر دیگر هم ناپدید می شود. سپس آرام آرام گله ناشناخته تعمدن از کوه پایه های غربی که مخفیگاه اسلوهاست بالا می روند.
اسلوها در صخره مقابل به تماشا می نشینند، اما شگفت اینجاست که هیچ تلاشی برای بازپسگیری مخفیگاه خود نمی کنند. گرگ‌های ناشناخته به مدت 12 روز در منطقه اتراق می کنند. اسلوها موفق به شکستن حلقه محاصره نمی شوند. آنها قادر نیستند به توله‌های خود غذا برسانند، در نتیجه تمام آنها در لانه ها می میرند. پس از آن گرگ‌های ناشناخته به همان شکل اسرارآمیزی که آمده بودند از دره خارج می شوند. اما در نواحی دوردست و شرق لامار بخت با ساکنین یار است. در کرانه‌های رودخانه سودابات 302 و گروه کوچکی از درویدها در حال شکل گیری هستند. آنها با هدفی والا شکار می کنند. آنها باید غذای توله‌های خود را تأمین کنند، توله‌هایی که به سرعت در حال رشد هستند. از تنها 2 گرگ ماده 12 عضو جدید پدید آمده. اینجا درویدها در تبعید دوباره در حال تولد هستند. توله‌ها قدرت و آینده خاندان را تشکیل می دهند. شاید وقتی توله‌ها بزرگتر شدند، درویدها بتوانند دوباره به دره بازگردند. یک بار دیگر ناقوس پاییز در لامار به صدا در می آید. اسلوها بدون توله‌ای که گله را متمرکز کند پراکنده می شوند. بعضی به تنهایی کشته شده یا مردند و بعضی دیگر گله را رها کردند. گله های دیگر از مناطق مرتفع به نواحی ییلاقی هجرت کردند و زمین برای مدتی زیر پای گاومیش‌های نر به لرزه در می‌آید. هنوز ماه سپتامبر به پایان نرسیده، اما در کوه پایه‌های بالای لامار برف شروع به باریدن می‌کند. هزاران گوزن شمالی همچون سیل از نواحی شمالی به داخل لامار سرازیر می شوند و در دامنه این کوه از سمت مناطق شرقی دره درویدها وارد می شوند. پیشا پیش همه 302 قرار دارد کازانووا. وظیفه او کامل شده است. او خانواده و خاندان خود را به سرزمینشان باز می‌گرداند. اینها توله‌های او هستند که تقریباً بالغ شدند. توله‌هایی که با پوست گاو میش پیر کشتی می‌گیرند، سرشار از اعتماد به نفس می‌باشند.
آنها با رسیدن به قلب دره خود را برای درگیری آماده می کنند. اما همه جا ساکت است. اسلوها دیگر توان جنگ نداشته و در سکوت از کوهپایه به عقب نشینی می پردازند. آنها این دره شگفت‌انگیز را تصرف کردند، اما قادر به حفظ آن نبودند، چرا که نگهداری هیچ چیز با ارزشی آسان نیست. درویدها در فصلهای پیش رو آزمایشات سختی را باید پشت سر بگذارند، اما امروز در رزان آنهاست. درویدها به خانه بازگشتند.